لطفاً در خانه بمانید. بریم شمال. پلاکمون تهرانه. خب میگیم یه موتور 400 کیلومتر پشتمون بیاد معلوم نشه. جلوش چی؟ دنده عقب میریم. خب پشتش چی؟ اینجوری دیگه همه فکر میکنن داریم برمیگردیم. شما برای چی اومدید مسافرت؟ من تو خونه‌ام. ببخشید. شما چی؟ ببینید من عمل قلب باز دارم. نگاه داره میریزه. داره میریزه. سیر کو؟ یه رو به افتاده زمین داره میخنده. پس چرا صدا نداره؟ شاید هدفون توشه. جاشو داره؟ حتما دیگه، فقط نمیدونم ساپورت میکنه یا نه. نه شاید صداش هنوز نرسیده. سرعت نور بیشتره دیگه. آفرین، مثل رعد و برق. مایه میمیه. داره میمیره؟ از خنده؟ آره، آخه ماسک نداشتیم، به جاش چسب پهن زدم. شت. دهان به دهان کن. فرانسوی؟ نه زن داره، در حد تک نفره مایونز. آخه دهنش دهنیه. دهنی دیگه، مگه تو دهنت کمریه؟ بوی سیر میده. بهتره که بوی شیر بده و مثل بچه ها رفتار کنه.